سلام برای بچه حکفا، من ایلیا علیزاده هستم و خیلی خوش اومدید به یه دوره و یه آموزش جدید از تیم حکفا. خدا رو شکر میکنم که یه بار دیگه فرصت اینو پیدا کردم که دانش اندکم رو به شما بیاموزم. اوکی، بریم سر دوره بچه ها. اول اینکه بگم این دوره به درد چه کسایی میخوره. این دوره مخصوص اونایی هستش که پایتون رو تقریبا بلدن و میخوان برن تو شاخه حک و امنیت، اما نیاز به رودمپ و دوره حرفه‌ای دارن. اگه شما هم از اون دست افراد هستین باید بگم که خوش اومدید. و اینکه بگم بچه‌ها، من خودم راستش زیاد با تئوری حال نمی‌کنم، ولی خب این قسمت دورمون توضیح درباره دوره هستش و یه سری چیزا رو قراره بگیم و توضیح کلی بدیم در مورد دوره. خب این از معرفی دوره. میریم واسه سرفصل مقدمه و پیش نیاز که خب الان توش هستیم. ساخت رت ویندوزی پارت اول. بچه‌ها بگم رت چیه؟ انیدسک رو دیدین؟ انیدسک یه ریموت دسکتاپ از راه دور هستش. خب اون با اجازه شخص این کارو میکنه، ولی ما بدون اجازهش این کارو میکنیم. حالا ما توی سه قسمت می‌بینیم. یه سری متدهای پرایوت رو میندازیم روی وی پی اس و وی پی اس حالا ویندوزی یا لینوکسی کانفیگش میکنیم و تو قسمت 4 هم که یه سری متد پرایوت قرارش بندازیم که توی هیچ دوره‌ای من ندیدم و تقریبا توی هیچ رتی من اون رو ندیدم. آسیب پذیری CV 2023 21768 و استفاده از اون یه آسیب پذیریه که جدیداً کشف شده و قراره که از اون استفاده کنیم. ساخت کیلاگر متد پرایوت. بچه‌ها ساخت کیلاگر، ببینید چیزی که ما توی این دوره جدید داریم آموزش میدیم. اگه دقت کرده باشین یا تا حالا کیلاگر ساخته باشین، وقتی که طرف داره شنود میشه سیستمش، یه سری اتفاقا میفته و لگی میشه سیستمش و اگر طرف این کارا بشه آقا تسک منیجر رو باز میکنه و میبنده برنامه رو. چیز خاصی نیست، چیز سختی نیست. اما اگه کاری کنیم که لگی نشه، تقریبا میشه گفت دو پله جلوتریم. باج افزار کانفیگ اون بار است. من اول میخواستم اینو بذارم تو همین قسمتی رت، ولی گفتم نه این خیلی طولانی میشه و اصلا یه بحث جداه و بذاریم تو قسمت 7. باج افزارمون رو با رتمون کانفیگ میکنیم و از راه دور اون رو کنترلش میکنیم. ادمین پیج فاندر، اینجا دیگه میزنیم تو کار سایت و صفحه ادمین یک سایت رو پیدا میکنیم. بچه‌ها قطعا مهمترین هدف یا حالا یکی از مهمترین اهداف واسه این که یه سایت رو بزنین اینه که پنل ادمینش رو پیدا کنین. یه سری از سایت ها هستن که خب اصلا پنل ادمین ندارن و اونا استاتیک گفته میشه اصطلاحاً، و این سایت هایی هم که حالا بیشتر سایت جای ادمین پیج دارن دیگه، من عذرخواهی میکنم. و ما یه ابزاری میرسیم به نام ادمین پیج فاندر که تقریبا میشه گفت 50 60 70% صفحه ادمین رو میتونه برامون پیدا کنه. خب صفحه ادمین رو که پیدا کردیم، یه بروت فورس هم مینویسیم تو قسمت 14 یا حالا 15 به صورت پیشرفته ترش و با حالا یه سری تکنیکای کرک اون صفحه رو کرک میکنیم و وارد پنل ادمین میشیم. سوکت پروگرامینگ پارت اول پارت دوم. بچه سوکت پروگرامینگ یه چیز تو پایتون که خیلی کاربرد داره، خیلی کارهای خفنی میتونیم باهاش بکنیم و الان قراره که حالا یه سری حرکت ها بزنیم باش توی پایتون و تقریبا هم قسمت 9 و 10 به قسمت 1 2 3 و 7 ربط داره. بچه همه قسمت با هم دیگه ربط داره، پس یو از یه قسمت نپرین یه قسمت دیگه قراره که همه اینا با هم دیگه متصل باشن. چت روم پرایوت. بچه چت روم پرایوت میخوایم بیایم یه سری پیام رسان بنویسیم بین آقا محمد و اصغر و کبرا و زهرا و هازارد و نوکر. ما بیان اینو بنویسیم روی یه وی پی اس رانشون میکنیم و خیلی پرایوت پیامامون رو رمز نگاری شده ارسال میکنیم و حالا اون طرف هم خودش دوباره رمزش رو دیکود میکنه، یا حالا دیکود بود این کد باز کردن رمز گشاییش میکنه دیگه. خلاصه چرا جای دور میریم. ساخت پورت اسکنر. بچه پورت اسکنر الان نمیتونم توضیح بدم، خب تقریبا میشه گفت هر چیزی پورتی داره واسه خودش دیگه. یه سری پورت باز دارن، حالا بعضی از سایت ها، بعضی از آی پی ها، بعضی از سیستم ها یه سری پورت باز دارن که خب قبل از اینکه بخوایم اتک بزنیم یا حالا با یه سری اکسپلویت یا حالا هر کاری که بخوایم بکنیم، هر اتکی که بخوایم بزنیم، باید ببینیم چه پورتایشون بازه. مثلا اگه داره دیداس زده باشین، میدونین که اول باید ببینین چه پورتای از سایت بازه، کدومش آسیب پذیرتره، کدومش حساس تره.
و بعدی قسمت 13 ماژول هویز، یه ماژول تو پایتون که خیلی قدرتمنده. حالا یا احتمالا با خود ماژول کار میکنیم یا یه ماژول شبیه اون باشون کار میکنیم. اطلاعات سایتو میده. آموزش ساخت ابزار SSH بروت فورسر. بچه‌ها SSH بروت فورسر یک ابزار خیلی خیلی حرفه‌ایه برای همون چیزی که گفتم، کرک یه سری حالا پیجای وبسایتی، پیجای اینترنتی، یه سری صفحه اینترنتی رو به اونا کرک میکنن. بروت فورس متصل به تور. بچه همین بروت فورس قراره که بیایم توی قسمت 15 پیشرفته ترش کنیم و کار با تور رو آموزش بدیم، تغییر آی پی، آنونیموس بودن و خیلی خیلی حرکت‌های خفن دیگه که امیدوارم تو این دوره با ما همراه باشید و اونا رو داشته باشیم. پیش نیاز همون چیه بچه‌ها؟ پایتون مقدماتی خب ضروریه بچه‌ها، در حدی که حداقل اگه یه دونه از این قسمت‌های مثلا 3-4 ساعته یوتیوب بشین ببینید، به نظر من کفایت میکنه و میتونید مفاهیمی که من توی این دوره به کار میبرم رو قشنگ درکش کنید. نمیگم بدون دانش پایتون نمیتونید بیاید، ولی خب سخته و اونجوری نیست که دیگه بعد این دوره خودتون بتونید کار کنید. بچه یک چیزی هم من تو پرانتز بگم بهتون، این دوره دقیقا همونطور که اول ویدیو گفتم، مخصوص کسایی که تقریبا پایتون رو بلدن و میخوان برن تو شاخه هک و امنیت. بچه ها این دوره میاد ذهن شما رو به سمت هک و امنیت میکشه. اون بخش ذهن شما که برای حالا حرکت های هک و امنیتی رو بازترش میکنه، یه سری ایده های مقدماتی به شما میده و شما حالا حتی میتونید از همین دوره یه دونه ابزار خوب در بیارین. اوکی، برگردیم به قسمت پیش نیازمون. آشنایی با CH. بچه‌ها CH خب قطعا همتون میدونید چیه و میگم یه چیزی که پیشنهادی اگه داشته باشی با مفاهیم هک آشناترین، با اینکه من اینا رو بهتون کامل توضیح میدم. هر جا هم که مشکل داشتی میتونید توی کانال تلگرام یا حالا توی دیسکورد من مشکلتون رو به من بگین، یا حالا بخوایم مثلا کتابی بگیم میتونید بیان کنید و از این حرفا. آشنایی با نتورک پلاس. بچه‌ها نتورک پلاس همون شبکه میشه، دانش شبکه، و اگر که اون رو یاد داشته باشی میتونین قسمت‌های 2 3 و 4 و 7 و 9 و 10 رو خیلی خیلی خوب به اضافه 11 خیلی خیلی خوب یاد بگیرید. این هم از این. اوکی، این دورمونم، این قسمتمونم تموم شد و خیلی خیلی خوشحالم که چقدر زود تموم شد، کلا چند دقیقه بیشتر نشد. اوکی، و خیلی خیلی خوشحالم که تا اینجای کار با شما همراه بودم. حرفی برای گفتن نمیمونه. تا بعد.